قبل از اینکه انتقاد بکنید گفتم یه ویدیو بگیرم که بدونید چرا دارم این شاخر میبرم. بعد از اینکه بار میاره کاملا راهو میگیره، میخوابه روی زمین و راهو مسدود میکنه. واقعا آدم حیفش میاد برش بزنه، ولی این کارو باید انجام بدیم. یه تستی هم از تنه خشک بگیریم، ببینیم که تنه میذاره.